بریم برای درست کردن چیزکیک سن سباستین. من از پنیر لبنی استفاده میکنم. میتونید از پنیر ماسکارپونه یا کیبی هم استفاده کنید. 750 گرم پنیر رو من نیاز دارم. 6 عدد تخم مرغ. میتونید از قالب کمربندی استفاده کنید. اگر نداشتید از قالب موج استفاده میکنید. پنیر رو داخل یک ظرفی میریزیم. حدود 1 دقیقه هم میزنیم با همزنی دستی در حدی که صاف و یک دست بشه. 180 گرم شکر رو بهش اضافه میکنیم. با همزن دستی کاملا هم میزنیم که این شکر رو آب شه. میتونید حدود 2 دقیقه هم بزنید و همونجوری بذارید 10 دقیقه بمونه. شکر رو که حل شد دوباره هم بزنید. بعد بریم برای ادامه کار. برای درست کردن این چیزکیک نیازی به همزن برقی نداریم. از همزن دستی استفاده میکنیم، ولی خب باید کامل هم بزنیم که شکرها داخلش حل بشه. وقتی شکرها کامل داخل پنیر حل شد، دونه دونه تخم مرغ رو اضافه میکنیم و حدود 1-2 دقیقه، حداقل 2 دقیقه با همزن دستی هم میزنیم و تخم مرغ بعدی رو اضافه میکنیم. این تخم مرغ کامل باید با پنیر حل بشه. بعد تخم مرغ بعدی رو اضافه کنید. تمام تخم مرغا رو دونه دونه اضافه میکنیم و کامل هم میزنیم. هر کدوم رو حداقل 2-3 دقیقه هم بزنید که با پنیرتون و شکر کامل مخلوط بشه. همین تخم مرغا رو اضافه کردیم. 30 گرم آرد قنادی و نشاسته ذرت، یعنی 10 گرم نشاسته ذرت، 20 گرم هم آرد قنادی رو به حدود 400 گرم خامه صبحونه اضافه میکنیم. با مخلوط میکنم و به ترکیب پنیر رو تخم مرغا اضافه میکنیم. سعی کنید از صافی هم رد کنید که کیکتون این باعث میشه ترک نخوره. مخلوط خامه و آرد رو بهش اضافه میکنیم، هم میزنیم، از صافی رد میکنیم. 1 دونه آب لیمو ترش کوچیک و پوست سبزش رو هم اضافه میکنیم. وانیل هم حدود 1/8 قاشق چای خوری اضافه میکنیم. همچنین 1/8 قاشق چای خوری هم نمک رو اضافه میکنیم. وانیل و یه مقدارم نمک اضافه میکنیم. نمک خیلی کم، در حد 1/8 قاشق چای خوری. فقط نمک باعث میشه که میگم طعمو یه جوری بیشتر خودشون نشون بدن. پوست سبز لیمو یا همون زست لیمو و آب لیمو ترش رو من اضافه کردم در حدی که فقط با مخلوط شه. دیگه زیاد هم نزنید که چیزکیکتون ترک بر نداره. ترجیحاً این مایه رو از صافی رد کنین که حالا گول شکر داخلش نمونه و این خودش باعث میشه که چیزکیکتون ترک نخوره. این کار باعث میشه که هوای بینش خارج بشه داخل فرقه. اینم از چیزکیک سن سباستین یا چیزکیک سوختمون. در به فرو نیمه باز میذاریم. بعد نیم ساعت اونو بیرون میاریم. اینم چیزکیک سن سباستین که به نظرم یکی از خوشمزه ترین چیزکیک سن سباستین یا چیزکیک سوخته.